درود. سعید زینالی هستم، زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه سابق و فعال سیاسی این روزها. سخنی کوتاه داشتم با دوستان عزیزی که از یه زندانی سیاسی که نمیتونه فعالیت اونچنانی داشته باشه به علت تحت نظر بودن و بسیار مخاطراتی که براش داره، ولی من اومدم یه کلیپ ضبط کنم که حمایت خودم رو از اعتصابات و خواسته به حق بازاریان عزیز اعلام بکنم و بگم که من همین که اعلام حمایت کردم خودش یه کار هستش و اگرم که توان داشته باشم میتونم بیام در کنار شما قرار بگیرم، دستور شاهزادم به دیده منت، و اگر که توان داشته باشم در کنار شما خواهم بود. به امید آزادی ایران. جاوید شاه.